نه، با من کاری داری؟ این چیه؟ دهیم گفت شما دنبال جای قلم و دوات میگشتید. لازم نبود شما بیاریدش اینجا، خودم میتونستم بیام بگیرمش. بله، ولی من اونجا بودم، فکر کردم. خیلی متشکرم. من مدیرای زیبا رو دوست دارم. من از زمانی که خیلی کوچیک بودم شما رو دیدم. اولین روزی رو که با پدرتون به دیدن دایم اومدید یادمه. به محض اینکه وارد مغازه شدید یه جادواتی برداشتید. بله درسته. شما چرا انقدر ناراحت به نظر میرسید؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی نشده، فقط تمام این سالها هدفم این بود که آشپز بزرگی بشم، ولی اخیراً مشکلی برام پیش اومده که اعتماد به نفسم از دست دادم. این برای همه پیش میاد. حتی برای شما جناب مینجانگو؟ خب معلومه. یکی به هم گفت هر غذا میپسه آرزو میکنه هر کس اون غذا رو میخوره لبخند رضایت به لب بیاره. شاید این مهم نباشه، ولی منو تحت تاثیر قرار داده. وقتی تمرین میکنم به این فکر میکنم که چطور به یکی صدمه بزنم، ولی این شخص همیشه به این فکر میکنه که چطور یه نفر رو خوشحال بکنه. شما به همین فکر کنید و به کارتون اطمینان داشته باشید. یکی بهم گفت هر وقت غذا میپزه آرزو میکنه هر کس اون غذا رو میخوره لبخند رضایت به لب بیاره. شاید این مهم نباشه، ولی منو تحت تاثیر قرار داده. وقتی تمرین میکنم به این فکر میکنم که چطور به یکی صدمه بزنم، ولی این شخص همیشه به این فکر میکنه که چطور یه نفر رو خوشحال کنه. شما به همین فکر کنید و به کارتون اطمینان داشته باشید. بانوی من، اوضاع کار ما چطور پیش میره؟ نگران نباش. بانوی منشی‌های دربار و وزیر او با ملکه مادر صحبت کردن.